دوری هم این وریه بزنیم و بریم. چرا اینجوری شد ساختن خیابونه رو؟ عجب غریبه. اون 2 نفر اون ور خیابون خیلی مشکوک دارن حرف میزنن، یواشکی این ور اون ور رو نگاه میکنن حرف بزنن. آدم این ور بار کنن منو نبینن. بریم چی میگن. وایسا کلا رو بذارم. معلوم نیست، واضح نیست، صداشون نمیرسه درست حسابی. کم برم نزدیکتر. وایسا فکر کنم اینجا دیگه خوبه. اون فرمول 1 که بهت دارم میگم فقط یه نفر آدرسشو داره. حدود 1 ساعت دیگه برو به این آدرسی که برات فرستادم، برو و ببین یه مردیه که با کت و شلوار مشکی، میتونی از رو گوشیش اون آدرس رو برداری. فهمیدی چی شد؟ الان من آدرس رو فهمیدم، رو گوشی دیدم، باید بریم همون آدرس. بچه‌ها این آدرس ها از اونا فهمیدم. این یارو آدرس یه ماشین داره، فرمول 1 که میگفتن اونا، تو گوشیشه. آدرس رو مپ دیدم. بریم اینجا. که داشتم میرفتم اصلا به عواقب کاری که دارم انجام میدم فکر نمی کردم. الان خیلی پشیمونم. اومدیم. وای چه ماشینی. واو، فرمول 1 واقعی. خیلی ماشین گنگیه. فقط کسی خدا رو شکر دنبالم نکرده واسه چکی هم باز کنم. نه گور کسی نیست. بیشینیم فقط به گاز بگیریم دریم. هیچکی نیست. بریم. عجب ماشینی هستن. همین اولی کار ریدم. تو این باز این تایرهاش یکم برنونه نخوره این برابر سفته. دست فرمانش اصلا خداست. همه چی هیدرولیک، ترمز، همه چی اوکی. اصلا خداست. کتوف هم میزنه. 100 تا یه نیشگاز میره. خیلی راحت. خب از این ور بریم. فکر نکنم دیگه بتونم منو پیدا کنه. اصلا اونو نفهمیدم من چی کار کردم. امیدوارم نتونم پیدا کنم. من پیدا کردم اینو یه 100,000 دلار 200,000 دلار میفروشیم و میزنیم به زخم زندگی و بعد میگیم ما نبودیم. رو گوشی میزنیم میخوریم ناشناس. الو سلام. تو ماشین منو اومدی دزدیدی مگه نه؟ برای اون ماشین فرمول 1 که چی از کدوم ماشین؟ دزدیدی و اگه پس نیاری تو فردا دار و ندار و زندگی تو به آتیش میکشم.